بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در خدمت شما قرار دارم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بازسازی اندیشه. امیدوارم که در پناه پروردگار متعال باشید و الله سبحانه و تعالی من و شما را در حفظ و پناه خود در هر جایی که هستین داشته باشد. بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که میدانید مسائلی را ما در برنامه گذشته پیرامون کلیسا صحبت کردیم و از کتاب مقدس ثابت نمودیم که یک سری مسائلی هست که متاسفانه کلیسا آنها را مخفی نگه می‌دارد و برای پیروان خود بازگو نمی‌کند. حالا دلیلش چیست؟ خیلی واضحه. دلایلش را هم به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی عرض کردیم که از جمله آنها هموار کردن بساط برای استعمار هست و نیز گمراه نمودن جوانان هست و بیدین نمودن آنها و لزومی هم ندارد که آنها پایبند به دین باشند، یعنی به دین مسیحیت یا به دین نصرانیت. چیزی که در نزدشان مهم هست اینه که جوانان به شکل از اشکال یا امت اسلامی به خصوص به شکل از اشکال از طرف اسلام روی گردان شده و به سمت سوی آنها کشیده بشن و متاسفانه برخی ها بدون اینکه معلومات کافی در مورد دینشان داشته باشند، حالا صرف نظر از اینکه در مورد مسیحیت معلومات داشته باشند، در مورد دینشان هم یعنی در مورد اسلام هم آگاهی نداشته و خیلی راحت فریب تعدادی از تبشیری ها و تعدادی از مبلغین مسیحی را خورده و دعوتگران مسیحی حالا از راه تطمیع، از راه تشویق، از راه واژگون نشان دادن حقایق اینها را به سمت سوی خود کشیده و آنها را به سوی گمراهی و به سوی فلاکت و به سوی جهنم میکشانند و جامعه را و افراد خوبی را، افرادی که اینها اگر واقعا معلوماتی برای خودشان کسب کنند خیلی از مسائل را میتوانند حل بکنند، ولی برای خودشان زحمت نداده، حالا به خاطر مسائلی، حالا به خاطر مسئله مال هست یا عدم آگاهی که نسبت به دینشان دارند، یا احیانا در برخی از کشورها به خاطر گرفتن جایگاه و به خاطر اینکه به هر حال حالا برای خودشان در اونجا به هر حال تعهدنامه‌ای بگیرن یا برای خودشان یک ویزا بگیرن یا در اونجا پناهنده بشن، با عنوان پناهنده قبول بشن، متاسفانه که دینشان و باورشان را رها کرده و به سمت سوی مسیحیت و به سمت سوی دین منسوخ شده ای که سراسر خزعبلات هست الا ماشاء الله و خزعبلات و مزخرفات در آن وجود داره و کتاب مقدسی که ما در برنامه‌های گذشته به خدمتتان نشان دادیم و در این برنامه‌ها هم نشان میدیم، ببینین که چی نداره در این و چی نیست در این. هر چی که شما خواسته باشین هست در این، یعنی از خزعبلات و مزخرفات متاسفانه در آن وجود داره و ما یقین و باور کامل داریم که این کتاب تحریف شده و این کتاب دست خورده و این کلام الله نیست و کلام پیامبر الله هم نمیتونه باشه، بلکه دین الله دین الهی و دین ربانیه و باید با قوانین ربانی و با کلام ربانی مخلوط باشه، نه اینکه با کلام انسان و با ساخت و ساز انسانی که حتی با عقل بشر جور در نمی آیه و مسائل در آن وجود داره که واقعا خنده آور، انسان واقعا به خنده وامی داره بدون شک و تردید که از جانب الله متعال نیست.
و الله متعال و پیامبر الله متعال، حالا چی حضرت موسی باشه و چی حضرت عیسی باشه و دیگر انبیایی که به اونها این کتاب نسبت داده میشه، از این کتاب بری و بیزارند. ما به این مطمئنیم و یقین کامل داریم. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، بینندگان عزیز و گرامی، برادر و خواهرم، آنچه که در حقیقت ما میخواهیم در این برنامه به خدمتتان عرض بکنیم در حقیقت عبارت از مسائل است که لازم یک فرد مسلمان با آن آگاه باشه و صرف نظر از مسلمان یک مسیحی بیشتر با آن نیاز داره که یک فرد مسیحی، یک فرد نصرانی بفهمه که چرا کلیسا این خیانت را میکنه، چرا کلیسا نمیخواد که خیلی از مسائل به اونها گفته بشه، چرا کلیسا امروز در برخی از مسائل عقب نشینی کرده، چرا نمیخواد که مسائل را برای مردم و برای پیروان خود بازگو بکنه و همش شعار میدن در شبکه هایشان، همش شعار میدن در کلیساها، همش شعار میدن در جاهایی که دعوت تبشیری آغاز میکنن. فقط شعار دادن است و حقیقتی نیست. کلامشان در حقیقت برگرفته از کتاب مقدس نیست، بلکه 4 کلمه را یاد گرفتن و آن را بار بار تکرار میکنن و بار بار تکرار میکنن و حرف جدیدی برای پیروان خود ندارند. به همین واسطیه که شاگردان اینها را وقتی ما در میان مسلمان ها میبینیم، از فرزندان مسلمان کسانی که اینهاش با عنوان شاگرد برای خودشان تربیت کردند، اینها هم متاسفانه دارای همین مفکور هستند و فکر میکنن اسلام هم مثل مسیحیت و چیزی برای گفتن نداره و چیزی برای جواب دادن نداره و به هر حال همان تفکر غلطی که در واقع نشأت گرفته از جهلشان هست، از نافهمیشان نسبت به دین هست، سوء استفاده میشه. همان نادانی که نسبت به مسائل کلی حالا یا مسائل فرعی اسلامی دارند، حتی مسائل اصولی فرعی را خب بگذارین، متاسفانه اینها را شکار میکنن و خیلی راحت به طرف خود کشیده و این جوان هم فریب خورده. حالا مسائلی که سر راهش قرار میدن و مشکلاتی که سر راهش قرار میدن تا ای که او وسیله بشه برای نابود کردن او، وسیله بشه برای گمراه کردن او. به هر صورت مسائلی هست که کلیسا امروز عقب نشینی کرده. کلیسا اینها را نمیگه، مخفی نگه میداره و حتی احیانا برخی از کلیساها با مسائلی که در تضاد با کتاب مقدس است، در تضاد کامل با کتاب مقدس هست، امروز عقب نشینی میکنه و با اونها موافقت میکنه و اونها را تایید میکنه و مهر تایید میزنه بر روی آنها. دلیلش چیست؟ گفتیم ما بارها و بارها در این برنامه تکرار کردیم که هدف کلیسا امروز مسیحی کردن در حقیقت به معنای درستش نیست، بلکه هدفش بیدین کردن است. که در حقیقت چه کار بکنه؟ بیدین بکنه. حالا این برایش مهم نیست که کسی بیایه به کتاب مقدس عمل بکنه یا نکنه، برایش مهم نیست و لزومی هم نداره در نزد اونها که فرد وقتی وارد دین مسیحیت شد و وارد دین نصرانیت شد ملزم باشه تا به این کتاب مقدس عمل بکنه و حتی کتاب مقدس را زحمت بکشه بخونه. این را برایش ملزم نمیدانند. ولی ما مسلمان ها اولین حرف ما برای هر فرد گمراه، برای هر فردی که در حقیقت به طرف گمراهی و به طرف فلاکت رفته، اینه که اولین بار برایش میگیم قرآن را بخوان، قرآن را مطالعه بکن، ببین که در این قرآن چی هست. و ترسی هم نداریم که فرد قرآن را بفهمه، بلکه افتخار میکنیم که جامعه قرآن را بخوانن. حتی همون مسیحی برایش توصیه میکنیم و برایش در حقیقت به پیش او در واقع به پیش او عذر میکنیم. یعنی از این اصطلاح را به کار ببرم که تو فقط یک بار زحمت بکش، لطف بکن به خاطر ما، یک بار همین کتاب به خاطر خود، حالا به خاطر ما نه، به خاطر خود، یک بار کتاب مقدس مسلمان ها که قرآن هست را بخوان و بفهم. ولی آیا کلیسا این جرأت را میکنه؟ کلیسا این جرأت را میکنه که کتاب مقدس را بگذاره یا برایش تشریح بده؟ برایشان تشریح بده که این کتاب مقدسه، الا اینکه فصول و ابواب و اسفار خاص را و معین و مشخص را تعیین میکنن و برای مردم میخوانند.
و بدون این که مفهوم و معنایش را هم درست برای آنها بگن. و این متاسفانه در تمام قرون وجود داشته و یکی از دلایلی که این دین، حالا چی دین نصرانیت یا یهودیت، به طرف انحراف رفته همینه که افراد دیندارشان و افرادی که خودشان را علمای این دین میدانند خیانت کردند و خائن بودند. این را من نمیخوام یعنی به عنوان توهین نمیگم، یک حقیقت، خیانت کردند و خائنند. و حتی امروز هم میبینیم که خیانت میکنن به این دین، به این کتاب خیانت میشه. حتی همین کتاب منسوخ شده را هم برای مردم درست تبلیغ نمیکنن و برای مردم نمیگن. یکی از جمله مسائلی که کلیسا در این زمان، یعنی در این شرایطی که ما هستیم به خصوص روز به روز میبینیم در حال رشد، عقب نشینی کرده، مسئله همجنسگرایی است. تصویب قانون حیوانی همجنسگرایی در کشورهای مثل آمریکا که چند وقت پیش در یکی از ایالات متحده آمریکا تصویب شد، تایید شد و برخی از کلیساهای اونجا هم مهر تایید زدن که بیشتر میگن پروتستان ها بودند، یعنی فرقه پروتستان ها از مسیحیت. و در آلمان هم در همین جدید، یعنی چند وقتی بسیار محدودی میشه که شاید یک ماه یا بیشتر یا کمتر، که خودم خبر را دیدم که به عنوان قانون رسمی تصویب شد که قانون همجنسگرایی که یک مرد با یک مرد ازدواج بکنه، یک زن با یک زن ازدواج بکنه. این نهایت جهل بشریتی که به این معتقدن نشان میده. یعنی چی؟ قانون حیوانی تصویب میشه و کلیسا هم با آن مهر تایید میزنه. برخی از کلیساها، نه همه کلیساها. در حالی که در کتاب مقدس، جالبه که این رو برایتان بگم، در کتاب مقدس آیاتی وجود داره و فقراتی وجود داره و برخی از ابواب و فصولی وجود داره که نهی صریح از همجنسگرایی یا ازدواج همجنسها با هم میکنه. ولی میبینیم که برخی از کلیساهایی که حالا خودشان را منتسب به عیسی میکنن، منتسب به کتاب مقدس میکنن، شاید تعجب بکنید، به دنبال فقراتی هستند و دنبال آیاتی هستند و به اونها استدلال میکنن که نعوذ بالله در اینها نسبت میدن به عیسی مسیح که اشکال نداره، عیسی مسیح تایید کرده، نعوذ بالله. این تو خودم به چشم سرم دیدم. برخی از این کلیساهایی که تایید میکنن و امروز نعوذ بالله و واقعا خیلی شرماور، شرم میکنم، چون اکثر بیننده های ما مسلمان ها هستند، شاید برادر و خواهر مسیحی هم باشه، حالا زن و مرد مسیحی هم باشه، واقعا خجالت میکشم. این نکاتیه که به خدا قسم انسان تعجب میکنه. در کلیساهای خاصی نکاحهای همجنسگراها اونجا بسته میشه به نام عیسی مسیح، به نام دین محبت، به نام دین الهی، نعوذ بالله. در حالی که در همین کتاب مقدس جالبه که وقتی داستان لوط علیه السلام را میاره و داستان لوط علیه السلام را به طور تفصیل ذکر میکنه که اونها را الله هلاک کرد به خاطر همین کار، به خاطر همجنسگرایی که داشتن. یکی از کارهای زشت و از کارهای مهمی که اینها داشتن در حقیقت همین بود. اگر اجازه بدید برخی از فقراتی را به خدمتتان نشان بدم، اول از کتاب مقدس که دلالت صریحی میکنه بر این که از همجنسگرایی منع میکنه و بعداً سزا و جزای افرادی که روی به همجنسگرایی میارند را هم نیز به خدمت شما بیان بکنم. و همچنین یکی از مسائل دیگری که در این برنامه ان شاء الله مطرح خواهد شد، مسئله تنازل یا مسئله عقب نشینی کلیسا نسبت به حجابه که ان شاء الله از لابلای کتاب مقدس برایتان نشان خواهم داد. اول اجازه بدید بحث همجنسگرایی را به خدمتتان نشان بدم. این کتاب مقدسه، این کتاب مقدسه و به هر حال در برنامه‌های مختلف شما دیدید که بنده این را نشان دادم به خدمتتان، کتاب مقدس. و این هم به هر حال برخی از مشخصات این کتاب هست که به زبان انگلیسی و همچنین به زبان فارسی پیشگفتار داره. به هر صورت لاویان یکی از بخش‌های تورات هست. لاویان یکی از بخش‌های تورات هست که در اینجا هم به خدمتتان نوشته هست. می‌بینید که لاویان در باب 18 لاویان که از بخش‌های تورات هست،
در آیت 22 یا در فقره 22 میگه که هیچ مردی، باب 18 آیت 22، هیچ مردی نباید با مرد دیگری نزدیکی کند چون این عمل بسیار قبیح است. این عمل بسیار قبیح است. این کلام من نیست، کلامیه که در کتاب مقدس وجود داره. جالبه، اجازه بدید که بعد از این که آیات را نشان بدم یک تأسفی به برخی از مسلمان نماها هم داشته باشم که واقعا بسیار دردآوره. این خب در تورات، این در تورات آنچه که ما گفتیم در لاویان که یکی از اسفار تورات هست. میریم در بخش رومیان در عهد جدید. در عهد جدید در رومیان در اینجا میاره در باب اول در این مورد حرفی داره، حرفی برای گفتن داره که البته در اونجا کمی با صراحت کامل نه در مورد مردها بلکه در مورد زنها هم صحبت میکنه. این نامه پولس به مسیحیان روم هست که به رومیان مشهوره. یعنی این سفر به رومیان مشهوره، این باب کامل، فصل کاملی که هست در اینجا در حقیقت به رومیان مشهوره. در اینجا در باب اولش در آیه 26 ببینید چی میگه. میگه به همین دلیل است که خدا مردم را به حال خود رها کرده است تا خویشتن را به گناهان زشت آلوده سازند. البته حرفش حالا مسائل دیگری در اول مطرح میکنه. به طوری که حتی زنها به جای روابط جنسی طبیعی با زنان دیگر مرتکب اعمال قبیح میگردند و مردها نیز به جای اینکه با زنان خود روابط طبیعی زناشویی داشته باشند با مردهای دیگر مرتکب گناهان شرم‌آور میشوند. بنابراین سزای کارهای کثیف خود را در روح و بدن خود میبینند. این حرف خیلی واضحه، این حرف خیلی واضحه، قبیح و کثیف میگه و میگه از جمله مسائلی که خدا اینها را به حال خودشان رها کرده که به این گناهان کثیف و قبیح که روح انسان با آن سازگار نیست روی میارند. ولی شما ببینید چرا امروز کلیساها این مسائل تا نمیگن؟ چرا شبکه های مسیحی بر علیه اینها تبلیغ نمی کنند؟ چرا شبکه های مسیحی امروز بر علیه اینها حرف نمیزنند؟ چون میبینه که طبیعت بعضی از حیوان صفتها این را میپذیره، قبول میکنه. یعنی واقعا البته توهین به حیوان، واقعا توهین به حیوان، هم جنسگرایی در حقیقت توهین به حیوان. حتی جای صحبتی کرده بودم من در یکی از شبکه ها که در حقیقت این قانون هم جنسگرایی را در اونجا کوبیده بودم. گفته بودم که این خلاف طبیعت بشری و انسانی است، حتی چی برسه به این که ادیان الهی آن را تایید بکنن. و امروز چرا در آمریکا و در فلان و در فلان و فلان با عنوان قانون رسمی شناخته میشه و تصویب میشه و در کلیسا هم نکاحشان بسته میشه. حالا اون به تعبیر ما حالا نکاح. یک فرد مسلمان نمایی آمده بود بر من اعتراض کرده بود که تو چی کار داری بر قانون همجنسگرایی آنها؟ بله، متاسفانه که ما چنین افرادی هم به نام مسلمان داریم، از اینها دفاع میکنن، کتاب مقدسش رد میکنه ولی این مسلمان نما میای از این دفاع میکنه. کتاب مقدس آن هم جنسگرا این عمل قبیح و زشتش را منع میکنه ولی یک مسلمان نما میای بر چهره من میزنه، میگه تو چرا در این مورد حرف میزنی؟ قانونه. ولی اگر قانون اسلام بیایه اونجا دیگه باز قانون نیست. همین مسلمان نما تاخت و تاز میکنه بر قانون اسلام، چون آمریکا تصویب کرده و بادارش هست تایید میکنه، حتی اگر خلاف طبیعت انسانی و بشری باشه و روح انسان و جسم انسان و طبیعت بشری بر آن سازگار نباشه، چون نوکرش هست اینجا آن را تایید میکنه. اما اگر قانون اسلامی آمد باز این بر آن بر میره، تایید نمیکنه، دلیل و دلایل میاره. چرا این اینطور شد؟ چرا این اینطور شد؟ چرا چونین است؟ چرا چونان است؟ در حالی که قوانین اسلامی با طبیعت بشری سازگار هست. به هر صورت این در واقع دو تا از آیاتی بود که به خدمتتان هم از عهد قدیم و هم از عهد جدید به خدمتتان خواندم. البته در این مورد زیاده، فقط به همین دو تا بسنده میکنم. دوباره برمیگردیم به تورات، به لاویان باب 20. این باب 20 هست، لاویان باب 20 که گفتیم یکی از اقسام یا یکی از اسفار تورات هست. باب 20 مجازات گناهان. در اینجا میگه که در آیت 13
میگه اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند عمل قبیحی انجام داده اند و باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان می باشد. چرا؟ خب میگه خودشان این کار را انجام دادن. این کار را خودشان انجام دادن. یعنی جزای همجنسگراها مرگ در کتاب مقدس. و این را بارها تکرار کردیم. یک نصرانی و مسیحی این حق را نداره که بیای برای من بگه که چرا تو از تورات استدلال میکنی. چون همین انجیل متی و عهد جدید که در آن انجیل متی هم در واقع در آن هست و گنجانیده شده، در باب 5 میای در این مورد صحبت میکنه که عیسی مسیح میگه من نیامدم که تورات را منسوخ بکنم و یا سایر کتب سایر انبیا را من منسوخ بکنم. لذا تورات در نزد شما دلیل و حجت و باید شما آن را قبول بکنید. الا اینکه بگید من انجیل متی را قبول ندارم، در این صورت من با تو حرف ندارم. عیسی مسیح در یک جا نه بلکه در چندین جا گفته من به سوی بنی اسرائیل فرستاده شدم تا خرافات و خزعبلاتی که در میان بنی اسرائیل آنها را از بین ببرم. و همین عیسی مسیح در عهد جدید و در کتابهای اناجیل 4گانه بارها و مکررن گفته که من نیامدم که تورات را منسوخ بکنم. لذا توی مسیحی ملزمی که به تورات عمل بکنی و این تورات میگه که هم جنسگرا باید کشته بشه. چرا کلیسا این مسائل را نمیگه؟ چرا شبکه های مسیحی این مسائل را برای مردم بازگو نمیکنن؟ ما باید بیاین بگیم؟ اشکال نداره، ما هم میگیم. ما برای همه دلسوزیم، خیرخواه همه هستیم، چی مسلمان چی غیر مسلمان. دوست داریم که یک فرد از بندگی خودش و از بندگی کلیسا نجات بیابه و طرف بندگی الله رو بیاره، از چند اللهی و از چند خدایی به یک الله رو بیاره و یکی را عبادت بکنه. ما هم دوست داریم، خیرخواه هستیم، اما حرف ما اینجاست که جوان مسیحی، زن مسیحی، مرد مسیحی، شما نباید عقلتان را به دست اینها بدید، به دست کشش بدید که برایتان تصمیم بگیره، به نامهای مختلف پول شما را بگیره، به نامهای مختلف نعوذ بالله به ناموس شما تجاوز بکنه. بارها این اتفاق افتاده در کلیساها و خیلی از این مسائلی که متاسفانه در کلیساها وجود داره. عقل خود را به دست اینها ندید، نگذارید که اینها به شما فکر بکنن، خودتان برای خود فکر بکنید. و ما این اختیار را برای جوان مسلمان دادیم که خودش برای خود فکر بکنه، چون این حق نداریم که بندگان الله را در زندان بکنیم. ما هم میگیم جوان مسلمان اولین کاری که میکنی برو قرآن را بخوان، مطالعه بکن. شما هم همین جرأت را بکنید، اگر راست میگید دین بر حق هستید، جوان مسیحی را تشویق کنید که کتاب مقدس را اول بخوان، بعد وارد دین مسیحیت بشو. آن وقت اگر مسیحی شد درسته. این که شما بخشهایی را بیایید برای این بیچاره بگید و خیلی از بخشهای دیگر را، مثل که در تمام قرون و در تمام زمانها عادتتان بر این بوده، بر پوشاندن، بر مخفی نگه داشتن، ولی ما نمیگذاریم که شما دیگه از این به بعد مخفی بکنید، نمیگذاریم که بپوشانید. و ان شاء الله تک تک از این مخفی کاری های شما را و تک تک از این پنهان کاری هایی که شما در کلیسا میکنید را بر رخ جوانان مسیحی خواهیم کشید، بر رخ شما و برای جوانان مسیحی مطرح خواهیم کرد تا اینکه بفهمه خودش برای خود تصمیم بگیره و فریب شما را نخوره. به هر صورت این در مورد همجنسگرایی بود. اما با وجودی که، یعنی با این وجودی که شما دیدید در کتاب مقدس، هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید، در تورات و در ملحقات اناجیل 4گانه که به آن عهد جدید میگن، ما دیدیم که اولا از همجنسگرایی منع میشن و بعد هم همجنسگرا به مرگ، به مجازات مرگ او را میخوانند و میگن که باید مجازات بشه با چی؟ با کشته شدن. با این وجود چرا کلیسا عقب نشینی میکنه؟ چرا کلیسا امروز در برابر اینها ایستادگی نمیکنه که هیچ، بلکه آنها را تایید میکنه؟ در کلیسایی که در کانادا هست، اینجا چیزی که در پیش من است، در هلند، در سوئید،
در آمریکا که چند وقت پیش دیدید، در نروژ، در آلمان که جدیداً میبینین که متاسفانه این قانون به رسمیت شناخته شده، بر آن جواز میدن. برخی از این کلیساهایی که در این کشورها وجود داره به این کار جواز میدن و به تعبیر ما در اونجا نکاحشان بسته میشه، مجوز میدن برایشان. چرا؟ چون نمیخواد که این جوان خودسر، این جوانی که حالا به دنبال حیوانیت رفته، از دستش بره. حالا به هر صورت شده راهی برایش پیدا میکنن تا این که از این حالت خلاص بشه و بعد مسیحی، نام مسیحی بالایش باشه، صلیب به گردنش باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. میخواد هم جنسگرایی بکنه، میخواد زنا بکنه، هر کاری که دلش میخواد بکنه، فقط این که نام مسیحی از بالایش نره و این صلیب هم به گردنش باشه، آویزان باشه، تمام. دیگه چیزی برایشان مهم نیست، هر کار دلش میخواد بکنه، همه چیز را آزاد گذاشتن. این شد دین خدا، این شد پیروی از کتاب مقدس، این شد پیروی از عیسی مسیح. پس چرا عیسی مسیح آمد؟ چرا موسی آمد؟ چرا انبیا آمدند؟ به خاطر چی؟ علتش را میدانید؟ به خاطر اینکه این رذائل اخلاقی از میان برداشته بشه. شمایی که خودتان را پیرو عیسی مسیح و جانشین عیسی مسیح میدانید، جناب پاپ و جناب کشیش، چرا تنازل میکنید در این مورد؟ مگر دین خدا دین آبا و اجداد شماست که این گونه با دین خدا بازی میکنید؟ حالا ما قبول بکنیم که دین شما بر حق باشه، قبول بکنیم که کتاب مقدس شما بر حق باشه، مگر دین بابا و اجداد شماست که شما آن را راحت به هر طرفی که خواسته باشید میکشانید؟ در حالی که ما یقین کامل داریم، گفتم حالا بالفرض قبول بکنیم، یقین کامل داریم که کتاب مقدس شما با این وجود هم تحریف شده و دین شما باطله، اما به همان دین باطل خود هم شما باور ندارید. این دلیل قوی است بر بطلان این دین، دلیل قوی و قاطع است بر بطلان دین مسیحیت که امروز میبینین هر روز تنازل میکنه در برابر یک امر، در حالی که در کتاب مقدس خلاف آن وجود داره. در کتاب مقدس غیر از آن چیزی که اینها میگن وجود داره. به هر صورت میریم در قسمت حجاب. یکی دیگر از مسائلی که کشش‌های مسیحی و تبشیری‌ها، مبشرین مسیحی وقتی وارد کشورهای اسلامی میشند و به شکار زنان مسلمان میپردازند، این است که لباس را از بدنشان میکشند، سرشان را برهنه میکنند، با میگه اشکال نداره وارد بازار بشو، دین مسیحیت دین محبته و تو اسلام تو را در حالت تحجر قرار داده، برای تو گفته خودت را بپوشان، برای تو گفته فلان بکن، برای تو گفته لباس بپوش، برای تو گفته که خودت را از نامحرم نگه دار، برای تو گفته در نزد نامحرم نرو، با او حرف نزن، حرفهای بد و بیرا نزن با او. از این قبیل حرفا میآیند برای دختر مسلمان و زن مسلمان این حرفا را میگن، ولی در برابر دین مسیحیت نه، این مسائل به نزد اونها نداره. مسیحیت امروزی اگر میگید نه، شبکه های اینها دارن به زبان فارسی، یک سری بزنید وضعیت مجری های زن این شبکه ها را ببینید، بعد من برایتان از کتاب مقدس این را نشان میدم. من خودم دیدم فیلم های از اینها در داخل کلیسا وقتی اینها عبادت میکنن، همان عبادت های مسخره ای که حالا خودشان با خود دارن، که واقعا من مطمئنم که این دین الله نیست که این گونه عبادت کردن. زن و مرد اولا در یک صف ایستادن، حتی دیدیم که برخی از سیکولارها هم متاسفانه چند وقت پیش در یکی از کشورها که خودشان را مسلمان میگفتن مسجد ساختن که زن و مرد در کنار هم باشن، مسجد لیبرال ها یا سیکولار ها. خب یاد گرفتن از اونها، فکر میکنن اسلام هم مثل مسیحیته، هر کار دل ما خواسته باشه انجام بدین. نه، اسلام علمایی داره، اسلام مدافعینی داره و به محض اینکه کسی پای خود را خطا بگذاره هر مسلمان میدانه و چلوش را میگیره. این گونه اجازه نمیدن. ما به دنبال پیروان بیخاصیت نیستیم که پیروان برای خود جمع بکنین بیخاصیت. ما میخوایم که مسلمان باشه، عمل بکنه به اسلام. به همین واسطه که قول صحیح از علمای اهل سنت این است که عمل جزئی از ارکان ایمان هست. عمل باید بکنه، عمل باید بکنه. بدون عمل در حقیقت
به درد مسلمان ها نمیخوره. به هر صورت وضعیت اینها را ببینید در شبکه هایشان، وضعیت زنهایشان را و وضعیت حالتی که اینها در داخل کلیسا دارند در وقت عبادت. در یک صف در کنار هم ایستاد، سرها برهنه، با لباس تنگ و نازک در کنار هم ایستاده هستند و خلاص اون کشش میگه و اینها میگن آمین آمین، خلاص این عبادتشان شد، تمام. در یک صف کنار هم ایستادن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن. و جالبه که در داخل کلیسا برخی از زنها با بدترین لباسی که یک رقاصه حاضر نمیشه حاضر میشن. اگر میگید نه، یک سری به اینترنت بزنید، والله خجالت میکشیم اینجا شبکه وصال حق که این کلیپ ها را از این زنها پخش بکنید. اگر صدایش را پایین کنید فکر میکنید یک رقاصه، اما وقتی صدایش را بلند میکنید حرف از خدا و حرف از کلیسا و حرف از فرزند خدا و حرف از این که خدا نمیدانم فلان میکنه و این مهربانی را میکنه و فلان و فلان و این و آن و دین محبت است و دین فلان است. این زن هم تبلیغ میکنه داخل کلیسا با بدترین لباس، سرش خو برهنه خیر، با بدترین لباس و فجیع ترین حالت در داخل کلیسا مردم را دعوت به سوی مسیحیت میکنه. بله، اجازه بدید که با هم دیگر وضعیت این زنها را از کتاب مقدس با هم دیگر پی بگیریم، ببینیم کتاب مقدس در مورد اینها چی میگه. میریم در سفر اشعیای نبی. اشعیای نبی، بله اینجا صفحه 644 در بخش اشعیای نبی. ببینیم که در مورد اینها چی میگه. البته از اینجا اگر شروع بکنم در مورد زن هاست. میگه که این را برای زنهای مسیحی میگم که یا برای دخترانی که فریب مسیحیت را خورده به خاطر این که لجام گسیخته بشن. چون ما برخی افراد را داریم به خاطر لجام گسیختگی میرن طرف گمراهی. فقط میخواد که از قید و بند شریعت آزاد بشه، آزاد بشه، هر کاری که دلش میخواد انجام بده، به هیچ قانونی پایبند نباشه. برین در سفر اشعیای نبی که از ملحقات تورات هست و از عهد قدیم می باشه. ببینین در این مورد چی میگه. این در مورد همین زنهایی که داخل کلیساها وصفشان را برایتان گفتم و در شبکه هایشان هستند. این قسمت را شما گرفته برایشان زنگ زنید، بگید که خانم محترم، خانم مسیحی که اینجا نشسته دعوت به سوی مسیحیت میکنی، ببین که اینجا در اشعیای نبی در عهد قدیم در مورد تو چی گفته. با این اشوه‌گری هایی که تو داری، با این حالتی که تو داری، ببین در مورد تو چی گفته. البته برایتان من میخوانم و آدرسش را میدم، اینها را برای خودتان ثبت کنید و زنگ بزنید به شبکه های اینها و برایشان بگید. و اگر کلیسای نزدیکتان هست اینها را بنویسید بدید دستشان. امیدوارم که هدایت بشه. به هر صورت اینجا در اشعیای نبی باب سوم آیت 16 میگه خداوند زنان مغرور اورشلیم را نیز محاکمه خواهد کرد. چرا؟ آنان با عشوه را می روند و علنگوهای خود را به صدا در می آورند. دیگر و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه می زنند. آیت 17 خداوند بر سر این زنان بلای گری خواهد فرستاد. مریضی هست که مو را از بین میبره تا بیمو شوند. آنان را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کرد. آیا کتاب مقدس راست میگه یا دروغ میگه؟ اگر راست میگه خب این حالت باید به سر این زنها هم بیایه. اینها بیمو میشن. برایشان بگید که اگر موهای خود را دوست دارید به این حالت داخل کلیسا نیایید. 18 و 19 خداوند تمام زینت آلاتشان را از ایشان خواهد گرفت، گوشواره ها، علنگوها، روبندها. 20 کلاها، زینت پاها، دعاهایی که بر کمر و بازو میبندند، عطردانها، انگشترها. 21 انگشترها و حلقه های زینتی بینی. 22 لباسهای نفیس و بلند، شالها، کیفها. 23 آینه ها و دستمالهای زیبای کتان، روسری ها و چادرها. آری خداوند از همه اینها محرومشان خواهد کرد. اون زنی که در شبکه اونجا هست برایش این را بگید متوجه خودت باش.
این را کتاب مقدس گفته، ما نمیگیم. 24 به جای بوی خوش عطر بوی گند تعفن خواهند داد. یعنی شما متعفن خواهید شد. به جای کمربند طناب به کمر خواهند بست. بله. به جای لباسهای بلند و زیبا لباس عزا خواهند پوشید. اینجا را دقت کنید. تمام موهای زیبایشان خواهند ریخت و زیباییشان به رسوایی تبدیل خواهد شد. 25 شوهرانشان در میدان جنگ کشته خواهند شد به خاطر عمل کرده اینها. و شهر متروک شده در سوگ آنان خواهد نشست و ناله سر خواهند داد. همه اینها به خاطر بی‌حجابی این زنه. شوهرش کشته میشه، شهر مخروبه میشه، همه چیز نابود میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن بی‌حجابی کرده، مغرور شده و گشته داخل بازار این طرف و آن طرف رفته و چشمه ها را به طرف خود کشانده و چشمه های شهوت انگیز را به طرف خود کشانیده. حالا این زن مسیحی که ادعای دعوت به سوی مسیحیت را میکنه و در شبکه مسیحی نشسته است و حرف میزند با بدترین لباس و با سر برهنه، منتظر اینها باشه. البته این وعیدی است که کتاب مقدس برایش داده، من نمیگم. لطف بکنه کتاب مقدس را یک بار بخونه. دوباره میگم اشعیای نبی باب 3 از آیت 16 شروع تا اخیر آیه 25، یعنی تا اخیر باب، تا اخیر همین باب 3 بخوانید و ببینید که در آن چی وجود داره. این در اشعیای نبی است. میریم در این، البته یک نمونه بود، طریقه لباس هم در کتاب مقدس آمده که چگونه لباس بپوشه، روسری بپوشه و از این قبیل حرفایی که در مورد لباسی که در کتاب مقدس آمده، چی در عهد قدیم و چی در عهد جدید. میریم در عهد جدید. این عهد قدیم بود، میریم در عهد جدید. در عهد جدید اول قرنتیان باب 11، اول قرنتیان باب 11. بله این قرنتیان هست، نامه پولس به مسیحیانی که در اونجا بودن. باب 11 این باب 11 هست. باب 11 ببینید چی میگه، عنوانش را چی گذاشته: پوشیده بودن از سر زنان به هنگام عبادت. البته در اونجا به صورت اطلاق آمده بود، فقط خاص در مورد عبادت نبود تا کسی بیای بگه نه شما این را گفتید این در حالت عبادته. ولی در اشعیای نبی باب 3 اونجا به صورت اطلاق بیان کرده بود و خاص در زمان عبادت نبود. ببینید در اینجا چی میگه. باب 11 آیت 5 میگه همچنین اگر زنی در جلسه با سر برهنه دعا بکنه چه کار میشه؟ به شوهرش بی احترامی کرده. زیرا این مانند آن است که زن سرش را بتراشد اگر با بی حجابی باشه. 6 اگر زن نمیخواهد سر خود را بپوشاند، مثل این زنانی که در شبکه های مسیحی هستند و در کلیسا میآیند برای مردم تبلیغ مسیحیت میکنند، چه کار باید بکنند؟ اینها باید چه کار بکنند؟ راه حلشان چیه؟ باید موی سرش را بتراشد. این خانم ها باید موی سرشان را بتراشند. چرا با سر برهنه میآیند؟ من نمیگم، این کتاب مقدس میگه. و اگر از این عمل خجالت میکشد، یعنی اگر خجالت میکشه به شبکه بیای سر خود را بتراشه، خب برای زن جای خجالته که سر خود را بتراشه، زینتش است، چگونه سرش را بتراشه؟ خب چیکار کنه؟ پس باید سر خود را بپوشاند. جناب کشیشی که در شبکه مسیحی اونجا نشسته‌ای و بر اسلام تاخت و تاز میکنی، یک سری بر اون کسی که پهلویت هست و مجریت هست بزن. اون زنی که پهلویت نشسته و با عنوان یک کشیشه هست و میآید تا مردم را به سوی مسیحیت دعوت بکنه، برایش بگو که سرت را بپوشان و الا که سر خود را بتراش. این رو بگو کتاب مقدس گفته، بگو کتاب مقدس این حرف را زده، ما خب نگفتیم. به هر صورت این چیزی است که دوستان عزیز و بزرگوارم در کتاب مقدس وجود داره، هم در عهد قدیم و هم در عهد جدید. این پیرامون حجاب و در حقیقت بینندگان عزیز و گرامی، هم در بخش همجنسگرایی و هم در این بخش که گفتیم تنازل داره و عقب نشینی کرده کلیسا، در حقیقت و این مسائل را نمیگه و بلکه خودشان این کارها را انجام میدن. این نکاتی که به خدمتتان عرض کردم اینها مش نمونه خروار و الا اینکه در کتاب مقدس از این قبیل آیات و از این قبیل حرفها چنان فراوان هست که لا حد و لا حصر.
حد و مرزی نداره، زیاده. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدید که یک میان برنامه با هم ببینیم و به هر حال عزیزانی که با ما از اول بودن خستگیشان رفع بشه. دوباره در خدمتتون قرار خواهم گرفت ان شاء الله. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از ادامه برنامه بازسازی اندیشه. بینندگان عزیز، پیرامون عقب نشینی های کلیسا صحبت می کردیم. مسئله همجنسگرایی که گفتیم امروز در جهان اروپا بیشتر متاسفانه این قانون ضد بشری و ضد انسانی در حال رشد هست و کلیسا، برخی از کلیساها، تا ظلم نشه بر همه، برخی از کلیساها هم به این به هر حال کار جواز میدن ولی از کتاب مقدس ما خلافش رو ثابت کردیم. و همچنین در قضیه حجاب زنان و گفتیم که این زنانی که امروز در کلیساها می آیند و با بدترین لباس هستند و خودشان را مسیحی میگند و همچنین و حرف از عیسی میزنن، حرف از خدا میزنن، حرف از کتاب مقدس میزنن و مردم را به سوی کتاب مقدس دعوت میکنن. به تعبیر کتاب مقدس با این سر برهنه خود باید که سر خود را بتراشند و بنا به آنچه که در عهد قدیم در اشعیای نبی آمده، اینها به بدترین عذاب گرفتار میشند و الله اینها را بیمو میکنه. حالا اگر خودشان هم نتراشند بیمو میشن، چیزی که در کتاب مقدس در عهد قدیم آمده. به هر صورت موضوع دیگر موضوع زن هست، جایگاه زن در کتاب مقدس. در کشورهای اسلامی وقتی اینها وارد میشند، یکی از دامهایی که برای فریبیدن، برای اینکه بفریبند، برای اینکه به دام بیاندازند، برای اینکه گمراه بکنند زن مسلمان را، در بحث حقوق زن هست. اینها حرف از حقوق زن میزنند، میگن اسلام حقی برای زن نداده. من تحدی میکنم و این را به عنوان یک چالش میگم و این چالش را بعد از مدت‌هایی که کتاب مقدس را مطالعه کردم و ادیان دیگر و فرقه های دیگر را مطالعه کردم میگم. هیچ دینی و هیچ مذهبی و هیچ فرقه‌ای، چه دین آسمانی باشه، چه دین ساختگی بتپرستی و وثنیت باشه، شما در روی زمین پیدا کرده نمیتوانین که به اندازه‌ای که اسلام برای زن حق داده، برای زن حق داده باشه. این را به عنوان یک چالش میگم و حاضرم که با هر فردی از افرادی که خواسته باشه ثابت بکنه، اول بیای اعتقاد و باور خودش را برایم بگه تا اینکه از کتب خودش ثابت بکنم و مقارنه بکنیم میان قرآن و میان اسلام و دینش تا مشخص بشه که اسلام برای زن حق داده یا این ادیان منسوخ شده و ادیان باطل. جالب، چند وقت پیش یکی از شبکه‌های مسیحی را می‌دیدم، خیلی با جرأت و حتی یک شبکه زرتشتی، بی‌ادبی بود، آدم بسیار گستاخی بود، متاسفانه گستاخی میکرد بر اسلام، خیلی تاخت و تاز و بی‌ادبی میکرد و با بی‌ادبی این حرف رو میزد، میگفت اسلام به کجا برای زن حق داده؟ و یا این که در شبکه‌های مسیحی میآیند چی میگن؟ بله اسلام برای زن حق نداده. جالبه، یک روز یکی را آورده بودن به عنوان اینکه شهادت میده و مسیحی شده، زنی را آورده بودن و این میگفت بله من قبلا مسلمان بودم و اسلام برای زن حق نداده و اسلام برای زن فلان کرده و فلان ظلم را کرده، فلان فلان فلان. اینها را در شبکهشان پخش میکردن.
و اون مجریه دیگه به به و چه چه میکرد که بله اسلام برای زن حق نداده. هر کسی که این حرف را میزنه، من این را با یقین کامل میگم، از دو حال خالی نیست. یا این که اسلام را اصلا نمیدانه و الفبای اسلام و قرآن را آگاه نیست، یا جاهل و معاندی است که دروغ میگه و کذابه، دروغگویه. در غیر آن امکان نداره. حقوقی که قرآن برای زن مسلمان داده هیچ دینی نداده. حالا بیاید ببینیم که این تبشیری ها اینقدر سر و صدا برا انداختند و اینقدر به هر حال خودشان را بالا میزنند که اسلام برای زن حق نداده. ببینیم که در کتاب مقدس در مورد زن چی میگه، تا این که خواهر مسلمان ما بشنوه و پند بگیره و قدر اسلام را بدانه، و دختر و زن مسیحی بشنوه و ببینه و بفهمه که در چی منجلابی گرفتار شده، در چی بدبختی گرفتار شده که به نام عیسی مسیح این همه تحقیر میشه، در کتاب مقدس مورد توهین قرار میگیره، بر او جسارت میشه، مقام زن پایین زده میشه. این را برای افراد میگیم که از عقلشان استفاده میکنن، عقلشان را به کار میاندازند. عقلشان تعطیل نیست، عقلشان در اختیار دیگران نیست که تا دیگران برایشان دیکته بکنند، دیگران برایشان فکر بکنند، دیگران برایشان بگویند و دیگران برایشان حرف بدن تا اونها هم حرف بزنند و اونها هم فکر بکنند. ببینید در کتاب مقدس چی میگه. بریم در سفر پیدایش باب سوم. سفر پیدایش یکی از اسفاری است که در حقیقت اولین سفر از اسفار تورات هست، به نام سفر پیدایش. باب سوم. اینجا باب سوم هست دوستان عزیز و بزرگوارم، آیت 16. ببینید که چی میگه. کتاب مقدسه، یادتان باشه کتاب مقدس هستین و تورات هست و توی مسیحی ملزمی که به این عمل بکنی و ملزمی که آنچه که در آن هست را بفهمی. ببینید چی میگه اینجا. باب سوم آیت 16 میگه آنگاه خداوند به زن فرمود درد زایمان تو را زیاد میکنم و تو با درد فرزندان خواهی زایید. برای حوا میگه و برای فرزندان حوا، برای زنانی که هستند، چون حوا سرپیچی کرد، به تعبیر اینها سرپیچی کرد، به درد زایمان مبتلا شده. این دوتا با هم چی ربطی داره؟ چی ربطی داره؟ شما ببینین موضوعات را چگونه میخوان به زن توهین بکنن، چگونه توهین میکنن. بعد میگه مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. و او بر تو تسلط خواهد داشت. اینها میان در جامعه اسلامی صحبت میکنن که چرا مرد بزرگ خانواده شده، چرا مرد قیم خانواده شده، چرا قرآن گفته الرجال قوامون علی النساء. اگر قرآن گفته ادامه اش را بخوان عزیزم. ببین قرآن به چی واسطه گفته. قیم خانواده شوهر هست، کار میکنه، رزق خانواده را میده، خانواده را نه به عنوان این که او بزرگ باشه و ظلم بکنه بر خانواده، بلکه احترام زن و احترامی که برای خانم خود باید داشته باشه اون را باید مراعات بکنه. به خاطر این که لجام خانواده از دستش نره و خانواده به سوی تباهی نره، مرد به عنوان بزرگ و کاریگر خانواده در حقیقت در اسلام شناخته شده که برای کار بکنه، بیایه برای خانواده تقدیم بکنه و باید احترام هم داشته باشه، با طیب خاطر باید بده. اینجا بدون هیچ قید و بند میگه مرد بر زن تسلط خواهد داشت. این در کجایه؟ در کتاب مقدس، در آن دینی که میایه بر علیه اسلام صحبت میکنه. واقعا من نمیدانم، یعنی کشش ها وقتی اینها را میشنوند و میخوانند باید کمی بشرمند، کمی عرق بکنن از شرم و حیا که چرا این همه دروغ میگویند برای پیروان خود، چرا این همه خلاف حقیقت به خورد پیروان خود میدن. شبیه این در عهد
قدیم در عهد جدید هم هست. در افسوسیان که از ملحقات تورات هست، از ملحقات انجیل هست، در افسوسیان باب 5 ببینین که چی میگه. بله، خیلی معذرت که من این قسمت رو برایتان پیدا بکنم بعد از اعمال. در حقیقت خیلی جالبه وقتی شما اینها را ببینید که در آنچه که در نزد خودشان هست چی میگویند، واقعا برایتان خیلی تعجب آور میشه که این مردم میآیند از چی صحبت میکنن؟ از حقوق زن صحبت میکنن و میآیند برای مسلمان ها تاخت و تاز میکنن که بله مسلمان ها چونینند و چونانند و نمیدانم. همین شبیه همین حرفه در افسوسیان صفحه 1145 1145. بله اینجاست. افسوسیان در باب دوم، در باب 5 ببخشید، در باب 5. بله، روابط زن و شوهر در باب 5. افسوسیان نامه هایی است که پولس اینها را فرستاده، همان پولس خائن که بعدا ما در موردش ان شاء الله به صورت تفصیل صحبت خواهیم کرد. روابط زن و شوهر باب 21 باب 5 آیت 21. به احترام مسیح مطیع یکدیگر باشید. خیلی خوب. ای زنان همچنان که از مسیح اطاعت میکنید از شوهرتان نیز اطاعت نمایید. یعنی اطاعت بی قید و شرط. اطاعت بی قید و شرط. بعداً 23 زیرا شوهر سرپرست زن است. این کشیش مسیحی میه بر علیه اسلام صحبت میکنه، خجالت هم نمیکشه. همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. خوب دقت کنید، قیاس ها را ببینید. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. این یک دروغه به هر صورت. حالا برای خواهر مسلمانم میگم که قدر اسلام را بدان و برای زن مسیحی و دختر مسیحی میگم که خودت را برهان و نجات بدی. در اول قرنتیان ببینین که چی میگه دوستان عزیز و بزرگوارم. در اول قرنتیان برای باب 11. این باب 11 اول قرنتیانه، همان قسمتی که اگر یادتان باشد این قسمت بالا را در مورد حجاب در قسمت اول خواندیم. اینجا چی میگه؟ آیت 9، همین باب 11 آیت 9. در ضمن نخستین مرد که آدم بود برای حوا آفریده نشد، بلکه حوا برای آدم آفریده شد. این جایگاه زنه در نزد اینها. من اینها را از باب این میگم که اینها خیلی ها متاسفانه زیاده روی میکنن. در باب اسلام میان توهین میکنن ولی در باب خودشان ببینید چی میگن. زن میگه نباید تعلیم بده، کتاب مقدس میگه، من نمیگم. در نامه اول پولس به تیموتائوس باب 2. بله، اول تیموتائوس ببینین در باب اول چی میگه. در اول تیموتائوس باب 2. بله، در این قسمت این نامه دوم پولس به تیموتائوس هست، نامه اولش باب 2. این نامه اول پولس به تیموتائوس هست. این در قسمت دوم یعنی باب 2 ببینید چی میگه در اینجا در آیت 11. زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل به فراگیری مسائل روحانی بپردازند. 12 اجازه نمیدهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنان مسلط شوند. دقت کردید؟ ای دختر مسیحی و ای زن مسیحی دقت کن. دقت کن و فریب اینها را نخور. اینها مکارند، تو را فریب میدن. به والله قسم اسلام بهترین حق را برای تو داده به عنوان زن و به عنوان دختر. زن پیامبر به عنوان فقیه هست، فقیه مدینه و صحابه میان از او فتوا میگیرن. عایشه صدیقه رضی الله عنها و الله میگه آنچه که در خانه شما ذکر میشه و یاد میشه شما آن را برای مردم بازگو بکنید. نمیگه تعلیم ندهید، چون زن نباید تعلیم بده، چون زنه جنسش زنه حق نداره برای مرد تعلیم بده. و جالب اینه که
بعضی از کشش ها این قسمت را میخوان ماسمالی بکنن به تعبیر ما. چگونه؟ میگن این در یک زمان خاصی بوده، در میان مردم خاصی بوده و پولس این را در یک زمان خاص و مردم خاص و زنان خاص این حرف را زده، چون زنان در اون زمان علمشان و سوادشان در این منطقه بالا نبوده، لذا پولس آمده این حرف را زده. ما قبول کنیم؟ نه، الله به ما عقل داده، اجازه بدید که بخوانیم. چرا اصلا پولس این حرف را میزنه؟ میگه اجازه نمیده هم زنان به مردان چیزی یاد دهند. اگر تنها این می بود حرف جناب کشیش درست بود، اما نه، میگه و یا بر آنان مسلط شوند. چرا؟ زیرا زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند. متوجه شدید؟ این را به صورت عام میگه در کلیسا زنان باید سکوت را مراعات کنند. اونها را چی که بیاین میک را بردارن، حالا بعضی از این زنان مسیحی میک را بر میدارن داخل، با اون لباس بدی که دارن داخل کلیسا برای مردم صحبت میکنن. آیا اینها به کتاب مقدس عمل میکنند؟ نه. علت این امر چرا؟ دقت کنید. من میخوام که این چراها را و علتها را به خدمتتان عرض بکنم تا کشیش مسیحی شما را فریب نده که بگه این در یک زمان خاصی بوده و در شرایط خاصی بوده. من خودم این را دیدم، این ماسمالی ها را که خودشان این کار را میکنند. میخواد که این نکته را برای مردم بپوشانه. نه، میگه این منظور پولس این نبوده، بلکه در یک شرایط خاص و زمان خاص و مردم خاصی بودن که در مورد زنهایی گفته. آیه 13: علت این امر آن است که خدا نخست آدم را آفرید و بعد حوا را. حالا دقت کردید؟ این زمان خاص و شرایط خاص و زنان خاصی نداره، همه زن هاست. چرا؟ چون خلقت اینها بعد از آدم بوده، خلقت اینها بعد از مرد بوده. اول مرد آفریده شده بعد اینها. و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد، علت دوم، بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد. از این جهت خدا زنان را به درد زایمان دوچار ساخت، همان چیزی که در عهد قدیم هم بود. اما اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت و پاکی را در پیش گیرند، روح ایشان را نجات خواهد داد. فقط همین، روح ایشان نجات مییابه، خلاص. ولی حق تعلیم ندارن، باید ساکت باشند در داخل کلیسا، حرف نزنند در داخل کلیسا. چرا؟ علتش هم اینه که چون حوا اول خطا کرد، اولا، دوما اول آدم آفریده شده بعد حوا. این هم دلایلش هست. حالا جناب کشیش بیا بگو که نه، این زمان خاص بوده و شرایط خاص بوده و این بوده و آن بوده. خب شاید همان بیچاره هایی که دور و برت هستن و کتاب مقدس را نمیخوانند را فریب بدی، ولی ما را خود نمیتونی فریب بدی. جوان مسیحی که عاقل و دانای دانشگاه خوانده، او را خود نمیتونی فریب بدی. میبینه خب عقل داره، میبینه عقل داره و فکر میکنه که چیه در اینجا. خیلی خوب، اگر اجازه بدید میان برنامه را با هم ببینین. بعد از میان برنامه ان شاء الله که تماس های عزیزان را خواهیم داشت و در ضمن مسائلی هم اگر وقت برای ما شد باز هم در این باب در خدمتتان عرض خواهم کرد ان شاء الله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنا. و کسانی که از عبادت طاغوت و معبودان باطل دوری گزیده و به سوی الله روی آورده اند، آنان را بشارت بهشت است. پس بندگانم را مژده بده. آنان که سخنها را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند، الله چنین کسانی را هدایت بخشیده است و چنین کسانی خردمندند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه بازسازی اندیشه. بینندگان عزیز و گرامی، در قسمت اول برنامه ما پیرامون موضوع عقب نشینی هایی که کلیسا داشته صحبت کردیم و مسائل را به خدمتتان بیان نمودیم. از این به بعد شماره زیرنویس میشه. عزیزان می توانند با این شماره در تماس شده و فقط خواهشم اینه که پیرامون موضوع برنامه صحبت بکنند و اگر معلوماتی دارند برای اضافه شدن بحث و برای استفاده و فایده بردن بینندگان عزیز در خدمت عزیزان خواهیم بود، و یا اینکه اگر سوالی دارند پیرامون موضوع برنامه، و یا اینکه اگر انتقاد و پیشنهادی دارند پیرامون آنچه گفته شد، و یا اینکه اگر کسی به عنوان مسیحی یا نصرانی جوابی برای گفته های ما داره، ما در خدمت هستیم و تماسها مستقیم وصل میشه بدون هیچ تبعیضی و عزیزان می توانند که تماس بگیرن و انشاءالله که در خدمت برادر و خواهرم خواهم بود و آن مسائلی که در اینجا مطرح شد را مطرح بکنند و سوالی داشته باشند. به هر حال در خدمتشان خواهیم بود، یا تعلیقی داشته باشند همچنان در خدمت عزیزان خواهم بود. مسائلی که ما مطرح کردیم، عقب نشینی هایی که کلیسا در طول تاریخ داشته و به خصوص در این زمان مسئله همجنسگرایی، مسئله حجاب و مسئله حقوق زن که گفته نمیشه و خلاف آن را برای مسیحیت و برای نصرانیت متاسفانه یا برای زن و دختر مسیحی بیان میشه، و یا اینکه برای فریب زنان مسلمان پرداخته میشه و خلاف واقعیت به خوردشان داده میشه که بله دین اسلام چنین گفته و فلان گفته و به شما حق نداده و حقوقی به شما نداده و بیایید به دین نصرانیت و به دین مسیحیت که این همه حق و حقوقی که برای شما داده و نمیدانم شما را آزاد گذاشته و فلان کرده و این و آن کرده. اما وقتی ما در کتاب مقدس مراجعه میکنیم خلاف آنچه که در متاسفانه کلیساها وجود داره و در زبان کشش ها وجود داره موجود هست. به هر صورت اولین تماس را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام برادر گرامی، بفرمایید. استاد بزرگوار خسته نباشید. سلامت باشید، جزاکم الله خیرا. تشکر از شما. خداوند شما را جزای خیر نصیب بگردونه به این برنامه‌های خودتان. سلامت باشید. من در آلمان زندگی میکنم. بله. یک گروهی اینجا هستن به نام شاهدان یهوه. بله، یکی از فرقه های نصرانی هستند. بله. اینو خب از یک طرف برادران ایرانی ما خب مسلمانان که اینجا که میان بیشترشان به دین مسیحیت میرن، گرویدن به دین مسیحیت اینجا میرن زیادشون، البته بصراحت میشه گفت که از هر 10 تا حداقل 8 تاشون من اینجا خیلی از ایرانیان برادران ایرانی کم میشناسم که مثلا به دین همون تشیعی که هستن باشن. اگر برادر عزیزم اگر کمی تلفن را نزدیکتر بگیرید تا اینکه صدا بیشتر. بله، در هر خانه‌ای که مثلا فارسی زبان‌ها هستن اینا فکر میکنن خب همون فارسی زبان‌ها هم مثل ایرانی‌ها هستن و سریع اکثرا فارسی هم بلدن، فارسی هم یاد گرفتن، میرن تبلیغ میکنن به دین مسیحیت. خب به ما پیشنهاد میکنن که بیایید به کلیسا و بیایید این و آن و چند بار که اومدن. خب من چند بار مؤدبانه بهشون خب اگر برای نشستن میایید یا برای که فارسی صحبت کنید با ما میایید قدمتون بالای چشم، این خانه من هست بیایید، ولی اگه به خاطر دعوت میایید لطفا ما به دینی که هستیم میمونیم و ما این چی نمیکنیم، نمیریم با کلیسا نمیریم با شما. ولی خب چند بار از گفتم بازم میاین، ولی خب من حقیقتش از یکی از مبلغین که سوال کردم پرسیدم هیچ وقت با توشرویی باشون صحبت نکردم. بله. با توشرویی باشون صحبت نکردم. بله. با اخلاق نیک و خوب باشون برخورد کردم. گفتم نه ما نمیتونیم بریم اونجا، ما به دین خودمون هستیم. خب اینجا هم که ادیان آزاد هست، هر کی میتونه هر ادیانی داشته باشه. ما الحمدلله مسلمان هستم و با دین خودم هستم و متاسفانه بازم میان. فقط سوالم پیرامون این بود که اگر یعنی ادامه بدن باید چیکار بکنم؟ بسیار خوب. پاسخ خواهم داد انشاءالله. تشکر از شما. جزاکم الله خیرا. برادر عزیزم،
و تمام عزیزانی که به خصوص در اروپا هستند و کشورهای آمریکایی و اروپایی و کشورهایی که عموماً مسیحیت در اونجا بیشتر فعاله، حتی در کشورهای مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینها که احیانا دعوتهای تبشیری میآید و از طرف کلیسا اینها موظف میشن برای دعوت مسلمان ها به سوی مسیحیت. دعوتم اینه که معلوماتتان را نسبت به اسلام اولا بالا ببرید، بعد در مورد مسیحیت برخی از سوالاتی که مثلا در این برنامه ما مطرح میکنیم یا در ضمن کتابهایی که به زبان فارسی وجود داره، این سوالات را وقتی او میای شما را شکار بکنه، شما برای او خیرخواهی بکنید و لطف بکنید، او را از آتش جهنم نجات بدید. برای او اسلام را عرضه بکنید، برایش بگید که تو در مورد اسلام بدبین هستی و این بدبینی تو متاسفانه برگرفته از جهلتون نسبت به اسلامه، ولی اسلام خلاف این را گفته، خلاف این را گفته، خلاف این را گفته. و برایش مسیحیت را بگید که این خزعبلات در کتاب مقدس شماست. وقتی او میاد شما را شکار بکنه، شما خیلی خوبه که او را از آتش جهنم نجات بدید، او را از این گمراهی نجات بدید. و والله قسم باید به اینها دل بسوزانیم. این بیچاره ها نمیفهمند، اکثر اینها نمیفهمند، به خصوص این فرقه شاهدان یهوه که اینها کمند، یعنی اینها کمترن نسبت به سه فرقه اساسی و مهم و اصولی. به هر صورت تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو، بیننده عزیز صدای تلویزیونتان را ببندید. بیننده گرامی متاسفانه تماستان قطع شد. به هر صورت دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطف کنن اولا صدای تلویزیونشان را ببندن تا اینکه صدا را مستقیم از اینجا داشته باشن از طریق تلفن و برایشان مشکل نشه، چون صدا از طریق تلویزیون برایتان دیر میرسه. و همچنین عزیزان لطف کنن که مثل برادر عزیز ما پیرامون موضوع برنامه صحبت بکنن. به هر صورت اینها این گونند و اینها زحمت میکشند و تلاش میکنن برای دعوت به سوی نصرانیت یا مسیحیت. ما هم به عنوان یک مسلمان موظفیم که خیرخواهی بکنیم به این بیچاره ها، به خصوص این که اگر دوست ماست. تماس بعدی میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو، سلام علیکم بیننده عزیز، صدای تلویزیونتان را ببندید. علیکم سلام. دو سوال دارم. صدای تلویزیونتان را ببندید برادر عزیزم. نفهمیدم. صدای تلویزیون یا گیرنده را ببندید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خب برادر دو سوال دارم. برادر عزیزم اول لطف کنید صدای تلویزیونتان را ببندید، بعداً اگر سوالتان پیرامون موضوع برنامه هست بفرمایید. اگر سوال فقهی دارید در برنامه پرسش و پاسخ میتونید که اونجا تماس بگیرید. سوال همه که همیان من مسئله مقصد دعوا میکنن که خداوند فرزند داره و همین با همه کتابتون چی میگن؟ بله، میگن که خداوند فرزند داره. بله بله. بسیار خوب، بسیار خوب. انشاءالله در این مورد صحبت. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر، جزاکم الله خیرا. به این میگن فکره تثلیث و این فکره متاسفانه توسط همان خائنی که به نام پولس هست، پولس رسول به تعبیر اونها، به وجود آمد و که عیسی نعوذ بالله فرزند خداست یا به خدای سگانه که پدر، فرزند و روح القدس هست، اینها ایمان و باور دارن که یک فکر کاملا مسخره‌ای هست. و ما ان شاء الله به سر فرصت در این مورد به صورت تفصیل وقتی در بخش تثلیث رسیدیم به صورت تفصیل صحبت میکنیم و برادر عزیز و بزرگوارم ما را تعقیب بکنید و با ما همراه باشید ان شاء الله که این مسائل را به صورت تفصیل صحبت میکنیم. ولی همین قدر میگم که این فکره حتی با خود کتاب مقدس هم در تضاده. ان شاء الله این را ثابت خواهیم کرد. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیزم، بفرمایید. از کجا تماس گرفتید و نام شما؟ عبدالوکیل هستیم از اصفهان. آقای عبدالوکیل عزیز از اصفهان، بفرمایید. اگر سوال پیرامون موضوع برنامه دارید یا تعلیقی دارید در خدمتتان هستیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر لطف کنید صدای تلویزیونتان را ببندید. در صدای وتر. بفرمایید. بفرمایید آقای عبدالوکیل عزیز، بفرمایید. سلام و درود فراوان بر شما استادان عزیز.
سلامت باشید. و همچنین ما از مهاجرین افغانی هستیم، در ایران زندگی میکنیم. بله. همیشه شبکه شما را گوش میکنیم، خیلی از شبکه شما استفاده میکنیم. ما در اصفهان از این مولیای داریم از مهاجرین افغانی. بله. در اینا دارن در چیز از جامعه المصطفى حقوق میگیرن. وقت برای اهل سنت اینجا اصلا هیچ شرطی نمیزنه و سخنرانی نمیکنه، کتمان میکنه. برای اینا هم توضیح بدی که از این کارایشون دست بکشه و مهاجرین اهل سنت افغانستان که در ایران زندگی میکنه برایشون تبلیغ کنه. شما بهترین شبکه هستی، شما 4 شبکه که داری برای اهل سنت، بیداری اهل سنت داری، زحمت میکشی. ما همیشه از شما تشکر میکنیم. تشکر از شما. و خدمتای شما را خداوند برای شما جزای خیر بده. سلامت باشید. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. شما استادی. سلامت باشید. تشکر از شما. جزاکم الله خیرا. در حقیقت انسانی که دینش را و اعتقاد و باورش را میفروشه، دیگه چی بگیم برای این فرد؟ کسی که اعتقاد و باورش را در برابر پول و در برابر ثروت و دارایی و در برابر نام و نشان میگذاره و ترک میکنه و خلاف آن چیزی را که میدانه به خورد مردم میده، در حقیقت این صفتی از صفات علمای یهود را داره. اگرچه در ظاهر عالم باشه، اگرچه در ظاهر خیلی آدم خوب و آدم متقی و پرهیزگاری دیده بشه و گفته بشه، بدون شک این صفت از صفات علمای یهود، همچنان که الله متعال در قرآن کریم در مورد اینها میگه. و جامعه مسلمان الحمدلله که اینها را شناختند و اینها شناخته شدند و در جامعه رسوا شدند و کسی به حرفشان گوش نمیکنه. همین برایشان کافی است. همین برایشان کافی است. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیزم، بفرمایید. سلامت باشید. تشکر از شما، بفرمایید. اینجا باشین برادر محترم، تشکر از برنامه‌تان، از توجه تلویزیونتان. بله. تشکر از شما. قبول ملزمات دادین. بله. توجه شما را همیشه تحقیق میکنیم و برنامه خوب دارین. یک پیام بسیار کوتاه دارم بر جوانان. بفرمایید. کسایی که صدای ما میشنوند، ما هم از طریق خوشبختانه از طریق اینترنت، از طریق صفحه‌های اجتماعی پولی که وظیفه داریم و درس میکنیم. بله. صفحه‌های داریم، کارهای دعوتی میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله. در فیسبوک صفحه‌های داریم که الحمدلله حتی از 300,000 مرد گذشت این چند روز دیگه بیشتر کسای را تارگت گرفتم و ریورد مسلمات و مسلمان ها را. آیا ما در جوانای مسلمانی است وقتی که داستان مسلمان شدن کسایی که در گمراهی زندگی کردن، مثلا کشتن مسیحی ها را، ما میشنویم اصلا بعض وقتا باور کنیم خود آدم خجالت میکشه. بله. ما با کدام تو روان هستیم، یعنی ارزش دین خدا نمیفهمیم، قرآن سنت عمل نمیکنیم. بله. دیگه خدای خدا اول قرار نمیتیم. خلاصه براتون عرض کنم، اگر چون شاید جوانای در دلشون بگرده که خب ما چطور برای مسیحیت مطالعه کنیم یا چطور شاید در دل ما چیز بگرده، آیا مکوتای ما برسانی است اگر اینا لطف کنند صرفا داستان تازه مسلمان ها را اگر به انگلیسی بلدیت دارن به یوتیوب به انگلیسی گوش کنند و اگر ندارن برنامه خدا یافتگان است جمله شده فارسی شما دارین و شبکه نور داره از اونها تعقیب کنند. وقتی داستان اون مردم ها را میشنوند از لحاظ موقف‌های اجتماعی اونها در خیلی موقف‌های خوب قرار داشتن. بله. اما از لحاظ یعنی داخل اونها امو این روح انسان جذب اسلام به طبیعت سازگار نیست. امو یا اطمینان اصلی را اون نفرها امو کسایی که مسلمان نشده بودن حاصل نکنند.
وقتی که مسلمان میشن خوشی او یا اطمینان قلب بسیار حاصل میکنن. او وقت باز ما و شما غیر مستقیم با رمز دین خود، با ارزش دین خود پای میبریم که خب ما مسلمان ها رو ببینیم دیسیالات میکنیم چی میگردیم و اونا رو ببینیم. اما زندگی رو که با بعض کسایی هستن، کسایی در شرق میانه هستن یا در زندگی جهان سوم زندگی میکنن، اینا آرزوی یک زندگی خیلی مجلل یا خب بعض یعنی اگر خیلی آزاد صحبت کنیم یکان مسائل دیگه را دارن که اساسات اسلام بیرونه. اما اون تانا 30 سال 40 سال ما خیلی کمیونیکیشن هم راشون ارتباطات داشتیم، ما پیجا رن میکنیم و این دو پیاما بر ما می اینا یک دین دهه دمی جهل زندگی میکنن، اصلا هدف زندگی نمیداشته باشن. بله متاسفم. خداوند خداوند میکنه مسلمان میشن. پیام اصلی و کوتاهی میگه مذهب میخوان زیاد صحبت هم شد که جوانا میتونن صرف داستانای اینا رو گوش کنن و این خیلی یعنی تاثیرگذار بالای شخصیت کنن. و یک کم مواظب هم پستای خود باشن وقتی که در فیسبوک هستن و اینستاگرام هستن، از جایی که یعنی لایک کنن یگان چیزایی که مرتبط با دین نیست. چرا صفای مثلا زندگی برتر است که یا شبکه‌های شما یا چرا ما حمایت نکنیم غیر مستقیم هر داخل با شیر کردن یا لایک کردن یا نظر دادن یا پیام دادن شکری کردن از اعمالتان، این خیلی تاثیرگذار است. هر کدام ما به نوبه خود باید حمایت کنیم، حداقل حمایت مولی میشه، یک نفر با فکر خود، یک نفر با نظر خود. خیلی زیاد تشکری میکنیم. اینجا جوانای هستن که یعنی بله و بسیار زیاد تشکر از برنامهتان. جزاکم الله خیر. شما کامیاب و موفق باشین. سلامت باشین. تشکر از شما برادر بزرگوارم و بسیار پیام پربار و خوبی داشتید. تشکر از شما. جزاکم الله خیرا. تشکر از شما. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیزم بفرمایید از کجا تماس گرفتید و نام شما؟ آقا یه سوال داشتم. اگر سوالتان پیرامون موضوع برنامه هست در خدمت شما هستیم. اگر معرفی بفرمایید. اگر معرفی بفرمایید. علوی شیراز. بسیار خوب. بفرمایید. آقای علوی درسته؟ بله بله. آقای ابن مالک هستین درسته؟ خب بله جناب آقای ابن مالک بودن میگن. به هر صورت خیلی خوب. توصیه برادر بزرگوار ما بسیار توصیه خوبی بود و امیدوارم که جوانان عزیز به این نکات دقت بکنن و توجه داشته باشن. اجازه بدید یک داستانی به خدمتتان عرض کنم. امروز جهان مسیحیت و تمام فرقه های باطل چشمشان به طرف من و شماست و طمعشان از من و شماست که اونها را نصیحت بکنیم و به آنها حقایق را بفهمانیم. یکی از اساتید ما نقل میکرد، الله حفظشان کنه، گفت یک فرد غیر مسلمانی توسط یک فردی که کارگر بود در کشورهای اروپایی، کارگر بود، کارش چی بود؟ این بود که موترها را بنزین میانداخت، تل میانداخت. گفت هر وقت که می آمد این فرد که فرد کافر که موترش را، فرد مسیحی که موترش را بنزین بیاندازه، فقط برایش می گفت اسلام کویس، یعنی اسلام چیز خوبیه، فقط همین کفایت میکنه، همین. یک مدتی گذشت، هر روز دید همین کارگر هر روز برایش میگه اسلام خوبه، اسلام خوبه، خلاص همین اسلام خوبه. آخر از این پرسان کرد، گفت که اسلام چی خوبی داره؟ گفت یک کتابی برایش داد، گفت این را مطالعه بکن. کتاب را مطالعه کرد، قرآن را برایش داد مطالعه کرد. همین فرد کارگر که به نزد کسی نمی آمد و ارزشی به نظر مردم نداشت، این کافر بزرگ را و این مسیحی بزرگ را مسلمان کرد. وقتی قرآن را مطالعه کرد مسلمان شد. یکی دیگه از اساتید ما نقل می کرد، گفت که همین 2 هفته پیش، جالبه، گفت 2 تا از جوانهای چند سال پیش مسلمان شده بودن، آمدن به مکه. گفت اینها را وقتی که یکی از دعوتگران اسلامی میبینه، از اینها میپرسه که شما از کجا هستید؟ میگن ما از آمریکا هستیم. میگه چی چیز شما را به اسلام رجوع داد که شما مسلمان بشین؟ گفت ما را بوش به اسلام دعوت داد.
گفت این دعوتگر تعجب کرد. جورج بوش؟ بله گفت جورج بوش. گفت وقتی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، نامی از اسلام به وجود آمد و نامی از اسلام به زبان بوش آمد در تلویزیون های آمریکا، نامی از اسلام گرفت. گفت ما دو رفیق با هم گفتیم اسلام چیه؟ خوردنی آشامیدنی چیه؟ اسلام چیه؟ شاید غذای جدیدی باشه که بازار آمده. میگه رفتیم اینترنت سرچ کردیم اسلام، دیدیم که در مورد اسلام که دینی هستین آمد. میگه دیگه دیدیم که توضیح داده، در مورد حقوق توضیح داده، مسائل مهمی که در اسلام وجود داره. با قرآن رجوع کردیم و همان باعث شد که ما مسلمان بشیم. حسادت نکنید، بخیلی نکنید. خیلی از کسایی هستند که در انتظارن که کلمه بشنوند، در انتظارن که حقایق را بشنوند. شما را به خدا قسم، یک مسیحی اگر بفهمه که در کتاب مقدسش این مسائل وجود داره و تو در برابر قرآن را برایش بدی که مطالعه بکن، مطمئن باشید که مسلمان میشه. و این بزرگترین نعمت است که الله متعال برای تو میده. قدر این نعمت بزرگ را بدان. جوان عزیز، برادرم، خواهرم، از فرصت استفاده کن، به خصوص کسایی که شما در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه هستین، کشورهای غربی هستین. زنهایی هستند که از تمام چیز زده شدن، از اونها سوء استفاده جنسی شده، از آنها سوء استفاده های متعدد شده، از دین مسیحیت کلاً زده شدن و دین دیگری را نمیشناسند. تو برایش اسلام را عرضه بکن و جایگاه زن در اسلام را برایش بگو. برادری که یا مردی که خودش را خودکشی میکنه، ببینید شما به خاطر این بدبختی ها و به خاطر این دین هست، به خاطر این دین منسوخ شده و باطل است که آمار خودکشی در کشورهای اروپایی و در کشورهایی که پای منحوس اینها گذاشته شده و مردم را بیدین کردن و از دینشان کشانده اند به چی اندازه رسیده. روزانه و ماهانه صدها و هزاران نفر خودشان را خودکشی میکنن، میکشن. ولی اگر فرد با قرآن ارتباط داشته باشه، با دین اسلام ارتباط داشته باشه، آرامش برایش به وجود میاد. اون آرامش برایش اجازه نمیده که اون خودش را بکشه. اون آرامش برایش اجازه نمیده خودکشی بکنه. اون آرامش برایش اجازه هیچ کاری را نمیده. پس دوستان عزیز و بزرگوارم، این دوا برای شما رسیده، بخیلی نکنید، این دوا را برای دیگران هم برسانید، به خوبی، به نیکی. به هر صورت فکر می کنم که وقت برنامه ما رو به اتمام هست و عزیزانی که پشت خط ماندن معذرت میخوام. دقایق اخیر برنامه وقت بینندگان بود، باید به بیننده ها میدادم، ولی لازم دیدم که این نکات را به خدمتتان عرض بکنم. ان شاء الله که در برنامه‌های بعدی وقت بیشتری برای بینندگان عزیز خواهیم داد که بینندگان عزیز بیایند و اظهار نظر بکنن و صحبت بکنن و یا اگر سوال پیرامون برنامه دارن مطرح بکنن و ما ان شاء الله خوشحال خواهیم شد. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت، همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Hey